جای برای شنیدن و شنیده شدن. رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. با سلام و درود و با آرزوی روزی خوش، جاوید حسینی هستم و با برنامه کاشانه مهر با شما عزیزان شنونده همراه خواهم بود. کاشانه مهر برنامه است که در آن از مسائل مهم خانه‌داری، همسرداری، مسائل بانوان، تربیت فرزند و شاد زیستن و شاد بودن سخن گفته می شود. با ما همراه باشید. روز حضرت سلیمان در کنار دریا نشسته بود. نگاهش به مورچه افتاد که دانه گندمی را با خود به طرف دریا می برد. سلیمان دید او به ساحل دریا رسید. در همان وقت قورباغه سرش را از آب بیرون آورد و دهانش را گشاد. مورچه به داخل دهان آن درآمد و قورباغه به درون آب رفت. سلیمان مدت شگفت زده به فکر فرو رفت. ناگاه دید همان قورباغه سرش را از آب بیرون آورد و دهانش را باز کرد. مورچه از دهانش بیرون آمد ولی دانه گندم را با خود نداشت. سلیمان آن مورچه را نزد خود طلبید و سرگذشت آن را پرسید. مورچه گفت: ای پیامبر خدا، در قعر این دریا سنگی بزرگ است که درون آن خالی است و کرم درون آن زندگی می کند. خداوند آن را در آنجا آفریده است و آن کرم نمی تواند از آنجا بیرون بیاید. خداوند این قورباغه را مأمور نموده است تا مرا به سوی آن کرم ببرد. قورباغه مرا تا آنجا می برد و دهانش را نزدیک آن سوراخ می کند. من از دهانش بیرون می آیم و دانه گندم را نزد کرم می گذارم. سپس به دهان قورباغه که در انتظار من است باز می گردم و او هم مرا به خشکی بر می گرداند. حضرت سلیمان به مورچه گفت: وقتی که دانه گندم را برای کرم می بری، آیا سخن از او می شنوی؟ گفت: بله. او می گوید: ای خدایی که روزی مرا درون این سنگ در قعر این دریا فراموش نمی کنی. رحمتت را در مورد بندگان با ایمانت فراموش مکن. خداوند برای تمام مخلوقات روزی حلال مقدر نموده است. پس اگر ما انسانها بی صبری نکنیم و قناعت پیشه نماییم و در راهی به دست آوردن روزی حلال تلاش کنیم، خداوند نیز روزی حلال را نصیبمان می گرداند. کسانی که از درآمد حرام چشم پوشی نمی کنند، گمان می کنند که اگر از حرام پرهیز کنند، روزی حلال نصیبشان نخواهد شد. اما خداوند می فرماید هیچ جنبنده نیست مگر این که روزی او بر عهده خداوند است. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سفر حجة الوداع به مسلمانان فرمود:
بدانید که جبرائیل به من الهام کرد هیچ کس نمی میرد مگر وقتی که تمام روزی مقدرش به او رسیده باشد. پس از خدا بترسید و در طلب روزی حریص نباشید و دیر رسیدن رزق حلالتان شما را وادار نکند که سراسیمه شوید و رزق خود را از راه حرام بخواهید. خداوند رزق حلال را بین مخلوقاتش تقسیم نموده و روزی حرام را قسمت نکرده است. کسی که پرده عفت را بدرد و شتاب کند و آن را از طریق حرام به دست آورد، از رزق حلال و مقدرش محروم می شود و به آنچه کسب کرده در قیامت مؤاخذه خواهد شد. چنان که خداوند در قرآن کریم از کسب حرام نهی فرموده گفته است: مال پاکیزه را به خبیث تبدیل نکنید. عزیزان، باید سعی کنیم در زندگی و معیشت خود و خانواده امان در پی کسب ثروت حلال باشیم و ثروت و مال را از راه معقول و مشروع به دست بیاوریم و آن را در کارهای درست و پسندیده مصرف کنیم. روزی حلال و ثروت حلال می تواند وسیله باشد برای رسیدن به کمالات اخلاقی و رفع نیازمندی های فردی و اجتماعی و خانوادگی. ثروت حلال دارای برکت است، چنان که در قرآن کریم سوره بقره آیت 261 در این باره آمده است: مثل کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند مانند دانه است که 7 خوشه بروید و در هر خوشه 100 دانه باشد. این چنین در روایت دیگری آمده است که پاکترین کسب و درآمد دسترنج آدمی است و هر معامله‌ای که با درستکاری همراه باشد. با واسطه درآمدی حلال و روزی حلال عزت نفس آدمی حفظ می شود و شخص به دیگران وابسته نخواهد شد. انسان در جامعه آبرو پیدا می کند و دوستانش نیز زیاد می شوند. و مهمترین سودی که ما از درآمدی حلال به دست می آوریم این است که با انفاق ثروتمان به پاداش‌های بزرگ معنوی نائل می شویم و به واسطه هدیه دادن، وقف نمودن، قرض دادن، صدقه دادن بزرگترین خدمت را به مردم می توانیم انجام دهیم و کمک به فقرا نماییم. بسیاری از دوستان وقتی سخن از درآمدی حلال و روزی حلال می رود می پرسند که در این دنیای امروزی و شرایط حاضره چگونه می شود انسان درآمدی حلال داشته باشد و روزی حلال به دست بیارد. البته کار آسان نیست، اما راه های وجود دارد که ما را به درآمدی حلال می رساند. از جمله کار و تلاش، داشتن مدیریت خوبی اقتصادی و داشتن قناعت از راه‌هایی هستند که باعث افزوده شدن ثروت و درآمدی حلال خواهد شد. این چنین دعا و درخواست روزی حلال از خداوند، دادن صدقه به مردم
محافظت مال و ثروت و پرهیز نمودن از تجملگرایی و اسراف نکردن باعث زیاد شدن مال حلال می شود. و در نهایت فراموش نکنیم که مال برای انسان است، نه انسان برای مال. و نیز یادمان باشد که فقر صبر می خواهد و ثروت و مال شکر می طلبد. باید بتوانیم شکر روزی حلال و مال و ثروتمان را به جا بیاوریم. همدیاران ارجمند، همینجا برنامه کاشانه مهر را به پایان برده و برای شما عزیزان سلامتی تن، ثروت زیاد و روزی حلال آرزومندیم. برنامه کاشانه مهر تهیه شده در بخش صدای خانواده. تهیه کننده بانو سعیده عبدالله زاده، صدا بردار و تدوینگر علیشیر همت زاده و مجری برنامه جاوید حسینی. همراهان عزیز، همه شما را به خداوند منان می سپاریم و تا برنامه دیگر خدایار و نگهدار. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org